سلام علیکم. خیلی کسوزی سلامتون هستین؟ خیلی. شکرم. شو کردی؟ همین ساعت کی فشارم بالانس شده سای. اینم خیلی هوا داره با من هم پرابلم. فشار بالانس نیست؟ پرابلم. همین بچه‌یوش فشار چی میکنی تو؟ دو اگون کار شده گیده خونه. اکا باور کن این همین هوا خیلی فشار بلندی غم داده سای. باور کن اکا خدار همین زندگی هم مشکل داره. پرابلم های زندگی اکا این همین با من فشار بلندی هوا رو مینکه. همین پرابلم های زندگی را نگو که ایموی سرده بسیاره. چی پرابلم داری خودت کپ فشارت بلنده و تابت خیره ای؟ اکا همین دوره مکتب خونی ده. همین آرزو میکردم میگفتم تی سر کلان شدم دانشجو شدم. کلان شدیم دانشجو شدیم. دانشجو بودم من میگفتم تی سر همین دانشگاه تمام کنم یگان جو کار دوام همین آرزو بودم. خیلی دانشجویی هم تمام کردیم کار دونم بودیم. من عمرم هم رفت. باور کن زن گرفتین؟ زن گرفتیم. من پرابلم زندگی اکا با اینو بین. کلان شدیم اکا زن گرفتیم. صاحب فرزند شدیم فرزندو کلان شدیم با پرابلم زندگی هم کلان شد. اکا بزرگو بیهوده نگفتین که زندگی آینه رو محتاج خاکستر. خیلی خوب. خیلی محتاج خاکستر کرد. خودت چی پرابلم داری؟ انا ما یکی از همون خاکسترهای زندگی داریم. اینو ببین اکا موضوع کردیم کلان شدیم تا باید جایی رسیدیم که خیلی عائله دار شدیم. من همین روزی که عائله دارم باور کن دیگه همین که صاحب زن شدیم دیگه سری کلامو رو در زندگی گم کردیم. این جوره به این جوره این جوره به این جوره باور کن همین پولی کار میکردیم در همین اجاره صاحب اجاره ها میرم. ما همین فقط برای زندگی گشته. حاضرم اجاره دهی؟ البته آخی اکا همین زن گرفتیم دیگه باور کن چند سال شد 18 ساله ما اجاره شینم. میگم عقل نداشته باشی جان در عذاب ای. همین عقل نیم برای خدا. من مثال آوردیستم آخی. مثال. آخه چیکار کنیم اکا؟ همین خسر داری؟ خسر دارم. داری ها؟ برات در خونه همه خسر زندگی کردن گیر آخی. همه دخترش هست های قبولت میکنن. برای زندگی کردن گیر خونه خسر تا. آخه دخترش هست قبول میکنه و این کار کتی پرابلم ما حل نمیشه اکا. برای چی؟ او خسوری من اینا 45 ساله در خونه خسور شده اخی. لبه مرحمت دورین. مرحمت بی. سلام علیکم. نازش سوزه تیجه مرحمت. سوزه تیجه رحمت. خب چی شکایت دارین که؟ او برادر. چی شکایت دارید؟ با فکرم که خوب نکردید نه؟ شب خواب نمیبرم همه ایریشم درد میکنم. کجا؟ ایریشم. سر چی خورده بوده؟ نون یخ؟ خوراک ما همیه. برادر. این شما را نه دردتون با درد آدمی ماننده نه خوراکتون. روید برادر. نه شکایت. وقتی ما رو به یودا نگیرید. شکایت دیدم. خب چی شکایت دارین؟ همین شکایت انیختون گپ زنه؟ شکایت است که شب خوابم نمیبرد. خواب ندارم. یکی خواب میکنم که همین خوابم که میبرد. موشا فوتبال کردیسته. فقط فوتبالی موشا را تماشا میکنم. خوی شما نمیبرد موشا در حولیتون در خونتون فوتبال میکنه نه؟ فوتبال میکنم دارم تماشا میکنم میشینم. نه وای خیلی در حقیقت موشا را میبینم. خب لیکن خواب میبرد فوتبال سر میکنم. در خوابتون نه؟ داد بزنم فریاد میکنم همین فریاد میکنم مخلص فریاد میکنم که گل میگم زنک شکایت میکنه خواب داری نداری برای خواب نمیبرم. فهمو برادر ما درد شما در یک تا دارو تیار کردگیم از خود علفهای انمی وطنی فهمیدید؟ یک تبلت که از من شما با میتیم یک تبلت که میتیم از همین علفهای وطنی اینا دیدید؟ نمودش دیدید؟ انا همین تبلت رو شما همیشه برده قبید همین رو میبرید شب 5 دقیقه پیش از خواب میخورید کمترک اوجو شما دیگه کردید تمام برادر موش نیست خواب برده نه برادری جان
حاضر که برده اید پیش از خواب 5 دقیقه پیش از خواب خورید و خواب کنید. نه دکتر جان ها بیا پک آخرم. پگه چو میکنید پگه؟ دکتر جان و برای چی؟ آخه امشب موشو فینال داره. وی آه. خب مایلش بگذارم خشوار برادر آینده هم کنیم و دوام چیم. خب مایلش سلامت باشید. سلامت باشید. محترم رئیس سمی عرضه ما رو قبول میکنید. عریضه؟ خیلی عریضه ای؟ عرضه؟ من از اون خواهش میکنم مرا با خواهش کنم از کار از کار روزو؟ آخر زندگی رو کی سید مرا از زندگی بعد زندگی مؤسسه ما بیزه میشود. ما خیلی مواسب دیگه کجا میویم؟ ما الان که یک خلوصه آمدگیم. کدام خلاصه ده؟ ما 4 تا شاگرد تیار کردیم. شاگرد؟ شاگرد تیار کردیم. اوه یکا این شاگردا تو مثل شما کار کردن نمیتوانند. خیلی فهموندم نه ساعت که با خیلی این خیلی فهموندن دیگه چیه کار کردن دیگه چیه. بعد این شاگردا تا کی میبری که؟ شاگرد آواز در پشت در انتظار همه جا؟ همه جا. خیلی دعوت کنید. مرحبت. تو کجا خوندگی؟ من رئیس کالج. کالج؟ جواب چی؟ جواب کی سید مرا؟ این چه خیلی شاگرد؟ این چه خیلی سر لباسه؟ او ساز بکن. او سر لباس چی سر لباس است؟ سر و سیما شدم تری آمده است. کی سید مرا؟ سر و سیما ای بس آخی خیلی کنی دیگر رو دعوت کنه؟ هر شاگرد علیکم سلام. سازی دادن؟ واه رحمت. کجا تموم کردگی؟ کالج؟ محاسب یکانجا کار کردی؟ بله تقریبا 6 ماه شد کار کردیم. 6 ماه؟ 7 کره 7 چند؟ 7 طرف 49. جواب رسول شام جواب کوخه. کی سید مراد میدونم درست جواب داد لیکن این شاگردات مثل خودت کار کردن نمیتوانند کرد. یه نمیشه ما شما رو جواب نمیتیم کرد. با هسته شاگردات یک تگه هسته تک نمیشه دعوت کن کرد. عزیزش خستم کردی. شاگرد مرحبا. السلام علیکم رئیس جان. سازای تیجای کارو سازای زندگی سازای خونه تینجای. علیکم سلام. ما ساز خوب تین شما خوبه؟ شما یگان دانشگاه یگان دانشکده خوندگی؟ البته رئیس خواندگی. البته. اکی سین مرو شما اکو 22 سال شدید ما نیم برابر شما دانشگاه خوندگی نه؟ رئیس بو 3 دانشگاه تام کردی. 3 دانشگاه؟ یا احسان سابقه کاری داره؟ این سابقه کاری را نگو. 23 سال سابقه کاری دارم. احسان 23 ساله؟ 23 سال. محاسب کار کرده؟ این نه محاسب چی؟ من سر محاسب کار کردگی. نباشد حاضر برادر عزیز من شما را یک سوال میدیم. اگر به سوال من جواب داده ما شما رو به کار قبول میکنیم. لیکن جواب نداده یعنی این از کار آزاد بگیریم. میروید. خوب شد. برادر جان. بابا 7 کرات 7 چند میشود؟ 7 کرات 7. ای رئیس جان. همیشه ما چند دیگه کن. همون میشه. اوه انا سرمحاسب قبول. این بود نمایشی نوبتی تلویزیونی شکرخند. لفظ خوش گفتن خوش است گر شخص عادت می کند. جسم و جان کس حرف دوست را حد می کند. در حضور دوستان گویند سخنهای لطیف. خنده هم داروست انسان را طبابت می کند.
азизони дил, хайр то барномаҳои оянда. шоду пирӯз бошед.